امروز یه پست برات آوردم باقلوایی که امروز برات آوردم نه تنها خیلی خوشمزه است و طعم دقیق باقلواهای ترک رو میده، بلکه برخلاف بقیه باقلواهای ترک به حدی راحت آماده میشه که تا ویدیوشو نبینی باور نمی‌کنی. بزن به. برای شروع یک بسته رشته شعریه نیاز داریم که با استفاده از دست یا وردن ریز خوردش میکنیم. میریزیمش توی یک تابه روی حرارت ملایم با 50 گرم کره حدود 5 دقیقه تفت میدیم. بعد از 5 دقیقه نصف یک قوطی شیر عسلی رو بهش اضافه میکنیم به همراه کمی زعفرون غلیظ دم کرده و یک قاشق چایخوری پودر هل که بهتره از هل آسیاب شده استفاده کنید. بعد مواد رو در حد مخلوط شدن هم میزنیم و زیر شعله رو خاموش میکنیم. توی این فاصله که مواد باقلوامون کمی از دما میفته، گردوهامون رو درشت خورد میکنیم. میزان دقیق همه مواد رو به همراه نکات تکمیلی داخل کپشن براتون نوشتم. حتما به کپشن سر بزنید. حالا یک کیسه فریزر رو پهن میکنیم. مواد باقلوا رو روی کیسه فریزر میریزیم. با کمک دست یا با استفاده از لیسک کاملا پهنش میکنیم. گردوهای خورد شده رو وسطش میریزیم و با کمک نایلون کاملا رولش میکنیم. حالا به مدت 2 تا 3 ساعت میره داخل یخچال تا خودش رو بگیره. بعد از این زمان باقلوامون رو برش میدیم، به دلخواه تزیین و نوش جان میکنیم. امیدوارم این باقلوای خوشمزه و راحت و درستش کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگرم پیج منو فالو ندارید یه سر به پیجم بزنید و از بقیه آموزشام هم دیدن کنید. تا آموزش بعد، بدرود.